جناب حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم علامه کاشفی رحمه الله نقل میکند به خانه جناب فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها رفته. دروازه را که باز کرد روی فاطمه زرد شده بود. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمود دخترم نان برای خوردن نداری؟ گفت که پدر جان 3 روز میشه که دختر شما هم نان نخورده، از این معلوم میشه که شما هم گرسنه هستین. گفت بله دخترکم. در حالی که جناب محمد رسول الله علیه السلام شما میشناسین که این آسمان به حرمت او ایستاده است و این زمین برای او ایستاده است و این جنت برای برگل روی محمد پیدا شده است. جنتی که یخش طلاست یخش نقره است، همگیش از گل روی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم پیدا میشه. جناب رسولی که جبرائیل میامد میگفت یا رسول الله دعا کو که این کو طلا شود، اما رسول الله علیه السلام رضای خدا را، آخرت را، معنویت را، ایمان را، اسلام را، عزت دینی را بلندتر از همه چیز میداند، دنیا نمیخواهد و میفرماید امت من مشرک نمیگردند اما دنیا پرست میگردند. قلب مردم بعضی ها را امروز دنیا گرفته. جناب حضرت محمد رسول الله علیه السلام گفت که حسن جان و حسین جان کجا هست؟ گفت که اونا که از ضعف کردن از گرسنگی و از تشنگی عفو دیدن. حضرت رسول اکرم علیه السلام دیگر طاقت کردن نتوانست. رسول الله علیه السلام از خانه بیرون شد. فاطمه پرسان کرد که پدر جان کجا میرین؟ یعنی یک کسی که 3 روز نان نخورده باشه او چه قسم پدر جان میگه؟ او چه قسم برکت میکنه؟ او چه قسم عذر کرده میتونه؟ گفت که میخواهم که از آبله کف دست خود نان پیدا بکنم. او کراچوان محترمی که او موتروان محترمی که او دکاندار محترمی که با از کف دست خود آب نان پیدا میکنه اما نمازش را ترک نمیکنه، اما تقوایش را ترک نمیکنه. او در حقیقت قدم مطهر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را تعقیب کرده. تنها این محمد علیه السلام و این دین و این قرآن از ما نیست، تنها از ما نیست. گفتم که او برادر کراچوان، او چوپان و دیقان، او کسی که گوسفند میچرانه اما دینش را رها نمیکنه، اما تقوا و ترس خدا را رها نمیکنه، اما از رحمت خدا سخت او امیدوار است. او در حقیقت در قدم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم پا گذاشته است و او خیلی با غیرت است و او خیلی با همت است و به او ملک از آسمان افتخار میکنه و به او برادر و به او خواهر که راه دین را تعقیب بکنه به او دعای نیک میکنه. رسول مکرم اسلام گفت که غریبی میکنم. غریبی رفت در دشت برآمد که حالا چی کار کنه محمد علیه السلام، حالا دیگه چی کار کنه آن جناب؟ رفت که یک چوپان است و چوپانی میکنه. اینجا 2 مطلب است، خوب متوجه باشین. یکی زحمت پیغمبر علیه السلام است و یکی مهربانی رسول الله علیه السلام است و دیگری حالا ببینین که آن گستاخ بی ادب را چطور مسلمان می سازد و صحابه می سازد که ما به کفش پای آن گستاخی او روز گستاخ بود آل حضرت صحابه میشه که ما علما و اولیا و مجاهدین اگر همه یک جا شیم به کفش آن چوپانی که امشب بر روی محمد با سیلی میزند نمیرسیم صلی الله علیه وسلم. رفت گفت که ببخشین برادر کدام مردی کاری نداریم که اجوره بتین مکار کنم بریتان؟ نواسگکا این گرسنه است گرچه من مصروفیت زیاد دارم. گفت که بله اگر آب میکشین از چا آب بکشین در برابر هر دوله چا 3 تا خرما بریتان میتونی. گفت صحیح. جناب محمد رسول الله علیه السلام حالا دیگه صحابه خبر نداره که رسول الله کجا رفته صلی الله علیه وسلم. فاطمه هنوز نمیدانه که رسول اکرم آب میکشه و مردی کاری میکنه. حسنین خبر نداره که رسول مکرم اسلام چی کار میکنه و به چه ترتیب این دین را به اینجا میرساند. رسول الله علیه السلام آب کشید، 1 دول و 2 دول و 3 دول و 8 دول 8 3 24 خرما شد. 24 خرما به جیب مبارک مان. گفت 1 دول دیگه هم بکشم که دول غلطید. عربی بود، چوپان بود، نادان بود، نمیدانست از آداب معاشرت خبر نداشت. گفت که 1 دول داشتم منی غریب، رسن آن دول را بریدی و بچه انداختی، من حالا گوسفندهای خود را چطور آب بتم؟
سیلی را بالا کرد و بروی رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم بلند بگوین که صلی الله. حضرت پیغمبر علیه السلام چیزی برش نگفت. اگر برش میگفت که ای بدبخت چرا من زدی، آیا او مسلمان میشد؟ اگر برش میگفت که ای نادان من را بشناسی که من کی هستم، مسلمان میشد؟ اگر برش میگفت که مرا میشناسی که حضرت آدم و موسی و عیسی در روز محشر راه ندارن مگر در زیر بیرق من بیاین، و مسلمان میشد؟ اگر برش میگفت که من محمد رسول الله هستم، اگر عمر خبر شود که تو با سیلی روی مرا جریحه دار ساختی پاره پارت میکند. ببینین عزیزان محترم، همه آنچه که داشت برای رضای خدا، برای رحمت خدا، برای ترس خدا حوصله مندی میکنه تا این دین به ما برسه. حالا قیامت نشده، این دین دیگه میخوایم که این دین به نواسه های خود، به کواسه های خود، به فامیلای خود، به عزیزای خود. امروز ما یک روز از دنیا میریم بخیر، خدا میداند کی بخیر میریم. این جمع شدن ما به می خاطر است که زیر خاک ما جور کرده رایستیم. مردم ها زیر خاکی میپارن، ما و شما زیر خاک خود جور کرده میرویم، یعنی قبر جور کرده رایستیم. ما و شما با این تبلیغ گوش کردن خود و جماعت خواندن خود و ذکر کردن خود و سخاوت و محبت کردن خود، ما قبرای خود را ابریشم فرش میگردانیم. ما نور را در جایی که نمیدانیم به کجا خواهیم غلطید، نور ما در اوج فرش کرده رایستیم. حضرت بهترین عالم علیه السلام حرکت کرد، خرما را گرفت و حرکت کرد. عربی حیران ماند که چه رقم انسان بود، این چه رقم حوصله بود، این چه رقم اخلاق بود، این چه رقم لطف بود، این چه رقم مهربانی بود. از یک کسی پرسان کرد که امین کاکا را میشناسی؟ گفت که بله، این شخصی است که آسمان و زمین به این افتخار داره. این شخصی است که وقتی با کو روبرو میشه، کو برش میگه السلام علیک یا رسول الله. این شخصی است که وقتی آب برش روبرو میشه السلام علیک یا نبی الله. این شخصی است که گرگ و شیر پلنگ به این حمله نمیکنه. یک شیر بر طرف رسول الله حمله کرد، گفت که انا رسول الله صلی الله علیه و سلم. شیر گفت که اشهد ان لا اله الا الله و انک محمد رسول الله. این همون شخص گفت امین محمد مسلمان است. امین انسانی که مثل یک غریب آمد، مثل یک بیچاره آمد، مثل یک مهربان آمد که بلی این محمد رسول الله هست. چوپان دست خودمان ساتولی قصابی خود گرفت و دست خودمی تو برید. دستی که بروی محمد صلی الله علیه و سلم خورده باشه او دست بریده باد. امروز ما هم میگیم الهی او دستی که میخواهد وصف محمد را، جناب اخلاق محمد صلی الله علیه و سلم را و دین محمد رسول الله علیه و سلم میخواد تکه کند، الهی آن دست را اول که توفیق بده، اول که مسلمانش کو، اول که خوشخوی بفرمای. اگر او کافر است و میخواد مسلمان را پاره بسازد، یعنی قلب محمد را جگر خون کند، دستش را مثل آن دست قطع فرمای. جناب حضرت چوپان حرکت کرد، گفت اوه چی بد کردم من. رفت که رسول الله صلی الله تعالی علیه و آله و اصحابه داخل خانه رفته. حضرت ابوبکر در دروازه استاده است، بادیگارد است. چی بادیگاردی سبحان الله. حضرت عمر که از کوچه تیر میشد شیطان فرار میکرد، کافر که استاد شده نمیده بدم حضرت عمر رضی الله عنه. حضرت عثمان با حیا، حضرت علی رضی الله عنه، یکی از این چهار یار دو یارش استاد است. چوپان دستش خونپور رفت، اینا پرسان کرد که ای چوپان دستی تو چرا خون آلوده است، دست تو چرا بریده شده؟ اگر به اینا میگفت که دستم را برای که روی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را جریحه دار ساختم، رویش نظری مگر میگفت، فکر نکنم که این چوپان را اونا زنده میماند، فکر نکنم که بدون لتکوب اونا اینا را میماند. اگر به تو کسی بگوید که من کسی هستم که جناب محمد رسول الله علیه السلام را دشنام دادم، شما او را میمانید؟ از شما پرسان میکنم، شما او را نمیمانید. حضرت عمر چطور میمانه؟ حضرت ابوبکر چطور او را میمانه؟ برای ما قصیش است. حالا 1400 سال بعد به ما قصهش میرسد و برای ما لذت بخش است، برای ما معنویت میدهد، برای ما ترس میدهد، برای ما رحمت از آسمان شکار میکند. گفت که اجازه است که جناب محمد ببینم صلی الله علیه و سلم. گفت اجازه است. او پادشاه نیست که اجازه ندهد، او پیغمبر علیه السلام است. مشکلات نیست که بدن دروازش ساعت هفته ها بشینه و نوبت نرسه که جناب ببینه. او طور نیست. گفت دروازه رو باز کنین.
دید که رسول مکرم اسلام حضرت امام حسن صاحب، حضرت امام حسین صاحب در بغل مبارک است و خرما را در و میگوید دیدین که بابا جان شما برای شما خرما مردی کاری کرد، برای شما از آب الیه کفیده است خرما آورد، یکی به این میته و یکی به این، یکی به این میته و یکی به این، یکی دم به دختر مکرمشان فاطمه رضی الله عنها که چوپان دست خون پر برآمد. یک بار رسول الله علیه السلام از جایش استاد شد که ای چوپان چی کار کردی؟ چرا دست خود را بریدی؟ گفت یا محمد شما را نشناختم، دستی که بر روی شخصیتی چون شما آلوده شود باید که دست بریده باد. یا رسول الله علیه السلام دست ما دم کنین تا صحتمند شود. گفت اگر کلمه میخونی دست دم میکنم. گفت من که اموجی ایمان به شما آورده بودم، بعد از که فهمیدم شما محمد هستین. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله علیه السلام. گپ سر چی بود؟ ترس خدا. چوپان در ترس خدا گرفت که در روز محشر چطور به حضور خدا ایستاد شوم که دست حبیب روی حبیبی او را با سینی زدم. و همچنان جناب محمد رسول الله علیه السلام با چی تکلیف خدا چوب کرد تا چوپان مسلمان شود. هدفش بود که چوپان مسلمان شود. و مهربانی رسول مکرم اسلام برای این بود که به ما درس بده که ای امتی ما شما چرا نامهربان هستین؟ دور از شما باشه. شما چرا بی عطوفت هستین؟ دور از شما باشه. شما چرا بد اخلاق هستین؟ دور از شما باشه. شما چرا بی دین و لامذهب شدین؟ دور از شما باشه. شما چرا وفای مرا فراموش کردین؟ دور از شما باشد. گویا جناب محمد رسول الله به زبان حال از زیر خاک صدا میزنه که ای امت ما به پشت و گریه ها کردیم، به پشت دندان خود را شهید ساختیم، پیشانی خود را جریح دار کردیم. چرا قرآن مرا امروز رها میکنی؟ چرا نماز مرا امروز نمیخوانی؟ چرا به شراب زنا دست میزنی؟ چرا قمار دست میزنی؟ چرا سود میخوری؟ چرا رشوه میزنی؟ مگر در قلب تو محمد رسول الله نوشته نیست؟ نعره تکبیر!